تیپ و استایل سکسی و جذاب چیزیه که هر پسری میخوادش و نکته‌ها و ترفندهای خیلی زیادی رو باید رعایت کنی تا به یه تیپ و استایل و فشن جذابی برسی. ولی کفش‌ها، بخش کفش تیپ و استایل شاید مهمترین بخش استایلت باشه، چون کفش و کتونی بیس استایلته، پایه‌های استایلته. انگار مثلا کفش‌ها هستن که تصمیم میگیرن استایل چی باشه، چه جوری باشه، رسمی باشه یا اسپورت و کژوال باشه یا یه چیزی بین این دوتا. پس کفش‌ها خیلی مهمن، بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. ویدیو امروز خیلی مهمه. البته همه ویدیوها به نظرم مهمن، ولی توی ویدیو امروز میخوام برم سراغ قوانین کفش‌ها، قوانین مهم کفش‌ها که اگه یه استایل فوق جذاب و فوق سکسی میخوای باید این قوانین رو رعایت کنی تا بهش برسی. این قوانین و کارها چیزایی هستن که هر پسری که تو این چنل داره منو نگاه میکنه باید رعایت کنه و انجامشون بده تا یه تیپ و استایل جذابتری واسه خودش بسازه. پس دفعه بعدی که هر کدوم از شماها رو توی خیابون دیدم به کفشاتون یه نگاه میندازم و اگه هر کدوم از این قوانین رو رعایت نکرده باشی واقعا ناامیدم میکنی. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش تا این 5 قانون مهم و جذاب کفش و کتونی رو بهت بگم. بریم سراغ ویدیو. قانون شماره 1 کفش‌ها، این اولین و مهمترین قانونه. کفش و کتونیت باید تمیز باشه. چه کتونی سفید باشه، چه کفش رسمی باشه، چه بوت باشه، باید همیشه تمیز باشه. چون این یه پیامی ارسال میکنه که تو کی هستی، چجوری زندگی میکنی، چجوری از خودت مراقبت میکنی، اهمیت میدی به تیپ و استایلت یا نه. خانم‌ها تو رو از روی کفشات قضاوت میکنن و اگه کفشات کثیف باشه، فکرای بد و منفی دربارت میکنن و جذابیتت واسهشون کمتر میشه. کفشای کثیف کل ستت رو خراب میکنه. تو بهترین شلوار، بهترین پیراهن، بهترین کت جین رو مثلا پوشیده باشی، ولی اگه کفشات کر و کثیف و چرک باشه کل اون ستت رو باید بندازی سطل آشغال. انقدر یعنی مهمه که کفش و کتونیت همیشه تمیز باشه. نه فقط کتونیای سفیدت، بلکه بوت و کفش‌های رسمی ترت مثل لوفر هم باید همیشه تمیز باشن و برق بزنن. نمیدونی چجوری کفش و کتونیاتو تمیز کنی؟ خیلی خوب، اوکی، دشواری نداریم که. ما تو این چنل دشواری نداریم. قبلا ویدیوشو ساختم و توش به طور کامل به توضیح دارم که چجوری کفش و کتونی رو توی زمان خیلی کوتاهی تمیزشون کنیم که آخر همین ویدیو اینجا واسط قرارش میدم که حتما روش کلیک کن و ببینش، مهمه. قانون شماره 2 کفش‌ها، توی کفش و کتونی هات تنوع داشته باش. نه اینکه فقط یه نوع کتونی داشته باشی، حالا سفید و سیاهش. توی خیلی از نوجوانا میبینم که به یه کتونی علاقه دارن و فقط اونو میخرن، مثل کتونی جردن، عاشق جردنن و فقط همینو میخرن و همین، هیچ گزینه کفش دیگه‌ای توی کمدشون وجود نداره و هر روز فقط اونو میپوشن و این یک کار اشتباهیه. بهت پیشنهاد میکنم که 2-3 تا کتونی متفاوتی هم بخری و داشته باشی، به جای اینکه مثلا یه دونه کتونی جردن گرون بخری، با پول همون جردن 2-3 تا کتونی متفاوت بخر که گزینه‌ها و انتخاب‌های بیشتری داشته باشی. موقع تیپ زدن، ست زدن، واسه سناریوهای مختلف کفش داشته باشی. مدرسه، دانشگاه، محل کار، عروسی، اگه توی همه این موقعیت‌ها یه دونه گزینه رو بپوشی همیشه، استایل هایی که میزنی بعد یه مدت واقعا خسته کننده و کسل کننده میشه. ولی اگه مثلا به جز ایر جردن که عاشقشی، یه دونه کتونی سفید ساده کلاسیک، یه دونه چلسی بوت، یه دونه لوفر هم داشته باشی، دستت قشنگ بازه برای استایل های متفاوت. به خاطر همینه که میگم کفش ها بیس استایل هاتن، اونایی که تعیین میکنن ست چی باشه. و اگه یه گزینه کفش داری، فقط یه دونه هم استایل داری و دستتو میبنده. پس سعی کن که هر از گاهی کفش و کتونی های بیسیک و کاربردی بخری و به کمدت اضافه کنی. قانون شماره 3 کفش‌ها، باید تناسب کفش و شلواری که میپوشی رو رعایت کنی. یه مثال میزنم. اینجا من یه کتونی گنده و بزرگی مثل ایرفورس 1 پوشیدم و اونو با یه شلوار جین فیت ستش کردم. میبینی اصلا با هم تناسب و تعادل ندارن. کفش خیلی گنده است ولی شلوار چسبیده به پاهام و یه ظاهر بد و غیر حرفه‌ای بهم داده و اصلا خوب نیست. حالا من این شلوار فیت رو با یه شلوار آزادتر، بگیتر، گشادتر مثل یه شلوار مام فیت عوضش کردم. حالا میبینی که چقدر هارمونی و تعادل و تناسب استایلم بهتر شد، خیلی جذابتر و چشم نوازتر شد و الان مشکلی وجود نداره. توی ست قبلی که این کفشو با جین اسکینی و فیت پوشیده بودم، حتی اگه از استایل هم سر در نیاری، به چشم میبینی که یه چیزی توی این استایل درست نیست، به چشت زیبا و جذاب نمیاد. پس تناسب بین کفش و شلواری که میپوشی رو بهش دقت کن و رعایتش کن. و برعکس اگه یه شلوار بگی و گشاد رو با یه کتونی کوچولو موچولو و تخت بپوشی، بازم تناسبی اونجا توی استایلت وجود نداره. پاهات خیلی کوچولوتر دیده میشه، انگار که پای کوچیکتری داری. این یه نکته خیلی مهمی بود که تو خیابون میبینم دیگه، خیلی از پسرا اصلا رعایتش نمیکنن، اصلا از این قانون خبر ندارن که رعایتش کنن. ولی تو الان این قانون رو فهمیدی چون داری آیدین ساز نگاه میکنی و تو یک پسر معمولی نیستی.
بریم سراغ مورد بعدی. قانون شماره 4 کفش‌ها یه سوالی رو از من خیلی میپرسید. قبلا بهش جواب دادم و الانم میخوام بهش جواب بدم. سوال اینه که آیا میشه یه کتونی سفید ساده کلاسیک رو با کت و شلوار پوشید؟ و جواب منم اینه که 100%. خیلی هم خوش استایل میشه. حتما نیازی نیست که کت و شلوار رو با کفشای مردونه و رسمی بپوشی. اگه میخوای اون جنبه رسمی بودن کت و شلوار رو داشته باشی ولی نمیخوای که زیادی بیش از حد ظاهرت رسمی باشه، میتونی با کتونی سفید ساده بپوشیش و یه تم کژوالی به اون کت و شلوار بدی و یه ظاهر شیک و تر و تمیز و مردونه و جذاب و سکسی به خودت بدی که دخترها هم عاشق این تیپن. خودم هم این کارو میکنم. و خیلی‌ها میگن که نه نباید کت و شلوار رو با کتونی سفید بپوشی، حتما باید کت و شلوار با کتونی مردونه و چرمی پوشیده بشه. ولی من اینطور فکر نمی‌کنم. زیبایی فشن و استایل اینه که آیتم‌های رسمی و آیتم‌های کژوال رو با هم میکس کنی و ببینی که چه نتیجه و ظاهری میگیری. و میکس کت و شلوار و کتونی سفید فوق‌العاده از آب در اومده و هیچ بحثی توش نیست. فقط یه چیزی که باید اینجا رعایت کنی اینه که کتونی سفیدت ساده باشه، هیچی روش نداشته باشه، لوگو هیچی نداشته باشه تا با کت و شلوار بتونه مچ بشه و جذاب بشه. شلوار کت و شلوارت هم نباید چین بخوره و بیفته روی کتونیت، باید تا بالای کفش بیاد یا میتونه یه خورده بالاتر هم قرار بگیره که یکم قوزک پاتم معلوم باشه که اینم خیلی جذابه. بچه‌ها اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده و دارین لذت میبرین حتما یه لایک بزنید ویدیو رو که خیلی کمکم می‌کنه لایک زدن شما. و کانال یوتیوب منم الان بهترین فرصته که سابسکرایب کنید و بیاید توی خانواده بزرگ فشن و استایل ما و روز به روز جذاب‌تر بشی. مرسی. بریم سراغ ادامه ویدیو. قانون شماره 5 کفش‌ها خیلی مهمه. حداقل یک جفت کفش رسمی چرم داشته باش. اگه توی سنهای 17-18 سالگی به بالا هستین دیگه قراره که موقعیت‌های اجتماعی جدی‌تری داشته باشین. میتونه اولین مسابقه کاری باشه که میخوای بری یه جایی یه شرکتی استخدام بشی، میتونه عروسی یا مراسم ختم باشه و قراره که موقعیت‌های زیادی برات پیش بیاد که باید رسمی و شیک لباس بپوشی و همه رو تحت تاثیر قرار بدی. ولی اگه توی موقعیت‌های مهم و جدی و رسمی زندگیت با کتونی جردن و با کتونی سفید و هر مدل کتونی کژوال و روزمره دیگه ظاهر بشی اشتباه بزرگی کردی و برای اون موقعیت جدی تأثیر اولیه خوبی نمیتونی داشته باشی و میدونید دیگه تأثیر اولیه خیلی مهمه. پس داشتن حداقل یک جفت کفش رسمی چرمی برای هر پسری یک ضرورته و باید داشته باشی تا توی اون موقعیت‌های جدی و رسمی که گفتم به همه نشون بدی که میدونی داری چی کار میکنی و اوضاع تحت کنترله. اوکی بچه‌ها، این بود از ویدیو مهم و جذاب امروز. 5 قانون مهم کفش و کتونی که هر پسر جذابی باید بدونتشون و رعایتشون کنه تا همیشه جذاب و عالی به نظر برسه. اگه تو هم قانون کفشی بلدی که توی این ویدیو بهش اشاره نکردم حتما توی کامنت واسم بنویسش که همه استفاده بکنن. بچه‌ها اینجا همون ویدیو تمیز کردن کفش و کتونی رو برات قرار دادم که حتما روش کلیک کن و ببینش و یاد بگیر که چجوری توی 5 دقیقه کتونیاتو تمیز کنی. حتما ببینش، نجاتت میده. به داشتم هم یه لطفی بکن و این ویدیو رو حتما یه لایک بزن که خیلی کمکم میکنه این لایک زدن تو. و کانال یوتیوب منم الان بهترین فرصته که سابسکرایب کنی و بیای توی خانواده بزرگ فشن و استایل ما و روز به روز به پسر جذاب‌تری تبدیل بشی. زنگوله‌ش هم حتما روی آل باید بذاری تا به همه ویدیوهای کانال دسترسی داشته باشی و ویدیوهای جدید هم سریع به دستت برسه. مرسی که تا آخرین ویدیو رو دیدی. تو این ویدیو تمیز کردن کفش و کتونی میبینمت. خیلی دوستتون دارم. پیس.